دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتیش وعده داد که نظارت در مرز سخت‌تر و بازداشت و اخراج مهاجران بی‌سند بیشتر می شود. ما اخراج را در تاریخ امریکا به سطح بلندترینش می رسانیم. انتخاب دیگری نیست. انتخاب دیگر نداریم چون که چنین حال برای هیچ کشور موافق نیست. در میان تدبیرهای احتمالی افزایش شمار بازداشتگاه‌ها و بازگشت به سیاست با نام در مکزیک بمانید می باشند. این برنامه بررسی پرونده مهاجران را زمان پیش بینی می کند که خودشان در مکزیک بمانند. ترامپ تام هومن را مسئول این سیاست نامیدنی است. در اوج بحران عظیمترین مهاجرت در این کشور، عملیات عمومی اخراج براه مانده می شود. برخی از کارشناسان ساحه مهاجرت میگویند مهاجران دلسرد شده امنیت جمعیتی کاهش می‌یابد. مهاجران نظر به آمریکایی‌های بومی درباره جنایت به پلیس بیشتر خبر می‌دهند، ولی تحقیقات بسیار وقت نشان داده است که افزایش فعالیت بی‌نظم ساختارهای قدرتی می‌تواند میل آنها را برای گزارش دادن درباره جنایت در میان مهاجران کم کند. حالا اگر مهاجران قانون شکنی نکردند تا زمانی انجام بررسی عریضه‌شان در آزادی میمانند، ولی در آینده احتمالاً تا صادر شدن قرار آنها را در بازداشت نگه می‌دارند. اخراج عمومی توجه را از مبارزه با جنایتکاران جدی دور می‌برد. در دوره مأموریت پیشین ترامپ طلبات عاید به جنایت‌های سنگین دویم درجه شد و اداره مهاجرت حبس افراد جنایت ناکرده را 2 برابر زیاد کرد. ترامپ گفت روز اولی کارش را 20 ینور با مسئله مهاجرت آغاز می‌کند.